فاطمه و زهرا و حسن و حسین چهارگانی‌های عائله جوان تاجیک 4 ماهه شدند. وضع سلامتی آنها را والدانشان خوب ارزیابی می‌کنند. پدر و مادر از تولید چهارگانی خیلی خوشحالند. اما نگرانی از آن دارند که روز تا روز با بزرگ شدن طفل‌ها مشکلشان می‌افزاید. از آنکه که زور والدین به تنهایی برای نگاه بین طفل‌ها نمی‌رسد، برای یاردم دلیر خوش‌دامنش را دعوت کرده است. زندگی هم مشکلش دیسته روز تو روز خیلی مغالطه دیسته روز دیگه و او حضور دستات که من ولیک میگیرم او زیادی چی نشدیسته دیگه هم مقصدم فقط سومی خانه را دو دیستم اگر میبود خانه خمو میبود خیلی ممکن که ما 100% میرسوندم من میولی که در همی زندگی اگون شاید 500-600 همی یک مهدم هم خدا در کوره که هم شیر بخرم شیر صنعی. غیر از این خرج قریب همین مقدار پول دیگر را دلیر به باغچه پسر کلانیش می سپارد. دلیر بعد از خانه‌دار شدن برادرش خانه پدر را ترک کرد و در پایتخت اجاره نشین شد، چون در یک حوله امکان زندگی کردن 3 عائله وجود نداشت. امکانیت دارم که میرم به مهمانی میبیام و یارم جا ندارم. راستی که اونجا در کلینه در کلین ها زیاد جا نمیتونه ایستاده. خیلی یوزی نمیشوه. گودک داره ویم گودکای ما بسیاره. گودکای ما خیال میکنم جا ندارم. من یک گودک میبود من میتونستم برم اونجا. برای چی که اینا 5 گودکای من نمیتونم رفتم. تولید شدن دوگانگی یا از آن بالاتر در تاریخ تاجیکستان کم نظیر است. بسیاری از آنها را با مکافات چون پولهای کلان یا خانه و دیگر تحفه ها قدردانی می کردند. این عائله تا امروز امید بران دارد که مقامات دخلدار چون دیگر عائله های 4گانگ و 5گانگ داشته که صاحب سرپناه شدند، مشکل منزل اینها را نیز حل می کنند. امام علی سعیدزاد، علیشیر داداخانوف، ازیا پلوس.